بفهم. اونجا نیست، اونجا رو گشتم. اصلا چند تا مدار بسته داری اینجا؟ سلام علیکم. سلام. غزاله کجاست؟ داخل سالنه. دوربینو چک کن شما. خیلی دیر اومدین خانم. از این طرف لطفا. پدرم و دخترم اومده، خیلی وقت منتظره. سری برگردین سر تمرینتون. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی تو؟ نه اصلا. میخوام برم بیرون. دوربین برای کی بوده؟ برای سوگند ملک بود. سوگند فقط میخواد آبروی منو ببره. کجا؟ نگران نباش. یابی چیزی داریم به این بچه بدیم؟ الان براتون تهیه نه لازم نکرده، خودم میگیرم. بخور مادر، بخور دیگه. دوربین بر چی آورده بوده؟ خانم مجد یه دوربین کوچیک بود آورده بود 2 تا عکس بگیره برای مجله ورزشی. خب اگه اینجا مدار بسته نداره. چرا داره؟ ولی ما قاعدتا نمیتونیم تو رختکن مدار بسته بذاریم که. نه الان چک کردم، فقط غزاله وارد رختکن شده. چرا کاری رو که نکردم میخواین بندازین گردنم؟ این دوتا همپستن، کلا با هم کلکل دارن. دقیقا تو مدرسه هم همینطورن. خانم چه خبره؟ چی شد پس؟ ببخشید آقا، این همه بگیر و ببند برای یه دونه دوربین؟ خانم کلی فیلم و عکس خصوصی تو اون دوربینه. خب چه ربطی به دختر من داره؟ اصلا به غزاله ربطی نداره. ربط نداره، در کیفشو باز کنه توشو ببینید. باز نمیکنم. من زیر بار حرف زور نمیدم. بهونه است. بگو نمیخوام نشون بدم. من دوست ندارم کسی تو کیفم سرک بکشه. شما برو تو رختکن، برو تو رختکن. خانم تکلیف ما رو روشن کنید. ببخشید یه ذره آرومتر، جلو بچه‌ها درست نیست. خانم مجد من از شما خواهش میکنم خودتون برید یه نگاهی بندازید تو سگش تموشه بره دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش کردم ازتون، لطفاً. بده من ساکتون. الان فرقت با بقیه چیه؟ ها؟ کارت دیگه. بیا بگیرش. میشه یه لحظه ما با هم تنها باشیم؟ نه خیر خانم، میخوای بپیچونی؟ مگه ما مسخره شماییم؟ آقای ملک یکم صبر کنید. چی از صبح تا حالا از کار و زندگیم زدم علاف ایشونم مگه من؟ تو کجا میای؟ اینجا وایسا. آقا کجا میرید؟ بمونید حلش کنیم. بس بابا، از همون اولم میدونستم کاری نمی‌کنی. من همون نیم ساعت پیش زنگمو زدم. خودشون میان تکلیف روشن میکنن. چه کاری آخه؟ به خدا خجالت چی داره. میگی خانم؟ اون باید خجالت بکشه نه من. مگه من دزدی کردم؟ آقا ایشون چرا آروم حرف میزنی؟ هر جا کار میکنه بکنه، دیگه بدتر. خودم میرم به همه میگم اونجا دست کیسه. ایشون بچه خودش هم نمیتونه جمع آقا کنه. احترام خودتون رو نگه دارید. احترام چی؟ شما فعلا نگران آبروی خودت باش. هیچ کس نیست جلوی این آقا رو بگیره؟ آها الان شاکی هم هستین؟ با شما حرف نمیزنم. پلیس میاد خودش تکلیف رو روشن میکنه. خانم مجد شما یه لحظه بایستید، من الان میرسم خدمتتون. ببخشید. آقای ملک یه لحظه به من اجازه بدید. بچه‌ها جمع کنید. یه ذره تو از اون گوشه نگاه کن، لاغری ببین میتونی بریم پشت بریم. باز عطر منو زدی؟ پلیس میاد که چی؟ که دوربین رو پیدا کن.
نمیان بچه‌ها. برو بگو جمع کنن. وقت تمومه. من خودم پشت این کمدو میگردم. چشم خانم. من میرم میارم. بچه‌ها خانم معاون رو پیدا کنید بگید میشه ما بریم اتاق مدیریت. بچه‌ها دیرشون شده باید زودتر لباساشون رو عوض کنن. بهتر نیست با همسرتون تماس بگیرید؟ نه، خارج از شهر هستن. آقای ملک تشریف بیارید. خانم مجد، جناب صدفان هم دوربینا رو چک کردن، هماهنگ کردن ضابط خانم بیاد. خودتون یه نگاهی تو کیف بچه بندازید تموشه بره. آقای ملکپور هم حرفی ندارن. درست میگم؟ به شرطی که درست بگردن. نه خانم، فقط اون رم کوچیک همراه دوربین رو نگفتین، یادتونه؟ من نمیگردمش. باشه، پس شما همینجا میمونی تا مأمور خانم بیاد. چیزی همراهش نیست. درست گشتین؟ بله 2 بار. میتونم دخترم ببرم؟ بله اگه از کسی شکایت نداریم بفرمایید. نه شکایت ندارم. خانم مجد، بله. ببخشید شرمنده‌تون شدیم. بعد خدا رو شکر. خانم مجد یه لحظه تشریف بیارید. عطر دخترتو زدی. بچرخید لطفاً. دستتون. چیزی بهتون نداد چون خیلی نزدیک هم بودیم. اگه داده بگید من نگم. نگفتم چیزی به من نداده. نه چیزی نیست. ببخشید دیگه ما هم وظیفه‌مونه. خواهش می‌کنم. کجا گذاشتیش؟ فکر کردم تو رختکن ازم عکس گرفته. دارم بهت میگم کجا گذاشتیش. تو سطل آشغال رختکن. اونجا رو که معاونتون گشت. بعد گشتنش انداخته. اگه پیداش نکنن خودت باید جاشونو بگی ها. فهمیدی؟ بتونه باز کنید. ممنون. اینا نمیتونید ببرید برام. بیرون تحویلش بدید. این یکی نیست. مدارک رو بده. نه
سلام